در ولایت سوخت مرحله منطقوی آزمون اختراعکار و نوآوری بهترین ساحه کشاورزی برگزار گردید. این چرابینی معرفی نوآوری‌های تکنیکی برای دریافت و دستگیری استعدادهای نورس جوانان و هوسمندکنی آنها برای اختراعکاری و نوآوری‌ها بوده به تشکل تفکر علمی تکنیکی مساعدت می‌کند. گزارش روزعلی رحمان و دلشاد یوسفی. آزمون اختراعکار و نوآوری بهترین ساحه کشاورزی با مقصد معرفی محصول کار و ایجادکاری‌های مهندس تکنیکا، کارمندان ساحه تکنیکی کشاورزی و جلب و هوسمندکنی خوانندگان مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی، میانه و عالی کسبی به اختراعکاری، تشکل تفکر تکنیکی، تکنولوژی و علمی و اینواسیونی با دستگیری وزارت کشاورزی جمهوری از جانب کارخانه واحد دولتی جمهوریوی تاجیک اگرالیزینگ در همکاری با وزارت معارف و علم، اکادمی علم‌های کشاورزی جمهوری تاجیکستان برگزار کرده می شود. با مرحله منطقوی آزمون در ولایت سوخت، کارمندان مهندس تکنیکی مرکزهای خدمترسانی تکنیکی تاجیک اگرالیزینگ در شهر و ناحیه‌های ولایت، اختراعات و نوآوری‌های تکنیکی کشاورزی، تجهیزات و آلات کشاورزی، آهنگری، چلونگری، همچنین خوانندگان مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی، اعضای محفل‌های تکنیکی، دانشجویان کالج و مؤسسه‌های دولتی کسب تکنیکی، نوآوری، لایحه و ماکت‌های علمی تکنیکی، تکنولوژی اینواسیونی خود را پیشنهاد نمودند. تراکتورهای نوآوری شده، مینی تراکتورهای بسیارکاره، اگریگات‌ها با تکنیک‌ها، تجهیزات برای کارکرد زمین و باغ، آلات‌های تکنیکی کشاورزی، اسپورها، ستونچه و تیغه اسپورها، جویکشک، لمیخ و نرانلیک‌ها و دیگر آلات‌های کار کشاورزی شهادت آن است که مهندس تکنیک‌های ساحه، استاد و مکانیزاتوران در اختراعکاری وارد نمودن نویگری در تکنیک و تجهیزات و آلات کاری کشاورزی طلبات و خصوصیت‌ها و ثمراناکی را جاری می‌نمایند. با علاوه نمودن این تجهیزات در تراکتورهای بلاروس، استحصال بلاروس امکانیت می‌دهد که بین قطارهای پخته یعنی کلتیواسیون کردن امکانیت زیاد می‌دهد. این اختراع و نوآوری‌های تکنیکی و تجهیزات آلات کشاورزی به شرایط منطقه‌ها مطابق کرده خصوصیت‌های سمت‌های ساحه، طلبات زمین، آب و غذادهی، کارکرد باغ و تاکزار، رشد ساحه‌های چاره‌داری به حساب گرفته شده است. اختراع و نوآوری‌ها از نگاه اقتصادی کم خرج بوده، کار ثمراناک و با صفت اگرتکنیکی را اجرا می‌کنند و برای استفاده درازمهلت پیش‌بینی شده‌اند. با تشبث مهندسان اختراعکاران دو نوع تکنیک را پیشنهاد نمودیم که تراکتور خردی همکاره، اختراعکار محمودوف اهلیدین و دویمش تجهیزات دروی خاشاک که اختراعکارش توختارف میباشد پیشنهاد کردیم. این البته این نوآوری‌ها برای پیشبردی ساحه مساعدت میکند. در آزمون خوانندگان مکتب‌ها، مؤسسه‌های دولتی کسب تکنیکی محصول تخیل و ایجادکاری‌های خویش را پیشنهاد و معرفی نمودند. اعلان گردیدن سال‌های 2020-2040 به آن مساعدت می‌نماید که آموزش فن‌های طبیعی، ریاضی دقیق و توجه به اختراعکاری و رواج دادن ساحه تکنیکی در بین کودکان و نورسان خیلی به مورد است. هیئت حکمان، مسئولین و متخصصان وزارت کشاورزی، معارف و علم جمهوری، کارخانه واحد دولتی جمهوریوی تاجیک اگرالیزینگ، عالمان اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان اختراع و نوآوری‌ها را بهاگذاری نمودند. 30 نفر بهترین اختراعکاران و نوآوران شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت با سپاسنامه، جایزه و مکافات‌های پولی قدرشناسی گردیدند. این اختراع و نوآوری‌های تکنیک و تجهیزات و آلات کشاورزی باید از جانب مسئولین و متخصصان وزارت و اداره‌های داخلدار مورد آموزش قرار داده در استحصالات جاری کرده شوند.